بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و دارم خدمت بینندگان عزیز. این جانب واحد بخش عزتمندا اهل سیتل نوبندیان هستم و در سال 80 تقریبا میشه گفت من یه شرکتی رو ثبت کردم به عنوان شرکت ره و ساختمان، به عنوان پیمانکاری کارهای عمرانی توی منطقه و عضو سازنده استان قرار گرفتیم. ما در تقریبا سال 82 سال 75 تا 80 ما کارهای دو تا ماشین داشتیم که کارهای حمل مسائل رو انجام میدادیم و توی منطقه مدیران منطقه مخصوصا اداره راه و شهرسازی که اون موقع راه و ترابری بود دنبال پیمانکار محلی میگشت که متاسفانه اون زمان هیچ گونه شرکتی در شهرستان چابهار وجود نداشت. این اصلا تمام شرکت ها غیر بومی بودند. اولین شرکت یا دومین شرکت، حالا خاطرم نیست، فکر کنم ما اولین شرکت بودیم که ما کلا در اون زمان 3 تا شرکت ثبت شد در شهرستان چابهار. ولی در منطقه دشتری تا حال هم ما همون یه دونه شرکتیم که فعالیت داریم و از همه هم جلو رفتیم. اون یکی از دلایل این بود که کمبود شرکت توی منطقه بود. تمام پیمانکارای عمرانی غیر بومی بودند و همیشه هم کار لنگ بود و مسئولین و مدیران همیشه گله داشتند از این موضوع که ما پیمانکارای محلی نداریم، مشکل داریم. به هر جهت ما تصمیم گرفتیم که شرکت ثبت کنیم و شرکت رو ثبت کردیم، فعالش کردیم. گواهی شرکت در سال 82 ثبت شد و 2 سال بعد ما گواهینامه صلاحیت کار گرفتیم. از اون زمان هم فعالیت ما شروع شد. در همون زمان تا حال ما فعالیت داریم و اکثریت روستاهای این منطقه، الان اون موقع میشه گفت شهرستان دشتری بود، چابهار بود، الان شده دشتری و چابهار. اغلب ما راه روستایی ما خودمون انجام دادیم. نمیشه گفت 100%، ولی میشه گفت تقریبا 40%، 50% کارهای روستایی رو ما انجام دادیم که چون واقعا کارهای سختی بود. شرکت های غریبی نمی اومدن، اگر هم می اومدن ناز میکردن، ولی ماها به خاطر منطقه خودمون به هر شکل اگر ضرر هم میکردیم و کارو به پایان میرسونیم. و ما اون موقع شاید بر حد نیروهای 5-6 نفر بودیم، حد 10 نفر بودیم، ولی حالا امروزی که دارم با شما صحبت میکنم ما بالغ با 74 نفر نیرو داریم. نیروی داریم که ما از این 74 نفر ما فقط چند نفر، این 74 نفر گرفته از کارگر، از سرویس کار، راننده بولزه، راننده گریده، راننده های بعض کار عمرانی و بیشتر رو صرف رانندگی. ما اکثریت نیرویی که من تو منطقه ما جوانه که میپرسیم از دانشگاه میگه ما رشته چیه؟ میگه ما رفتیم مثلا رشته معلم، آموزش ابتدایی. خب به هر حال این خوبه، من نمیگم بده، ولی چقدر میخواد دولت پذیرش کنه؟ خب رشته تخصصی دیگه ما هستن، برن تو مکانیکی، تو کارهای مکانیکی. ما اینجا تو چابهار تو روی پیشرفته، اصلا برن تو کارهای تخصصی ماشینالات، بهترین درآمدو دارند، دنبال کرسی و میز و صندلی نباشند، با تحصیلات مکانیکی برند، با بهترین درآمد، با بهترین کار. خودشون اگر این کار رو یاد بگیرن، شاید ما بگیم هر مهندسی که بیاد کار مکانیکی یاد بگیره چندین نفر پشتشون نیرو میپذیره، علاوه اون سواد هم نداشته باشن به عنوان کارگر. ولی ما به خاطر یک کارهای جزئی ماشین آلات کجا میریم؟ اصفهان. خود دلیلش چیه؟ چون نیروی تخصصی نداریم، خیلی کار سختیه. یک تعمیرات جزئی میفرستیم چون مکانیک فنی منجا نداریم، ولی هم دارین تجربی اند، مهندسی در حد مهندس نیستن، در حد تجربه اند، یا وسایل ندارند یا امکانات ندارند. ما توصیه میکنیم که دانشگاهی ما برن دنبال کارهای تخصصی، مکانیک، پتروشیمی، جوشکاری، به هر حال کارهای فنی برن دنبال کنند که تا بتونیم کار آفرینی بشه. ببینید ما کار تلخی که از روی اجرای کار داشته باشیم که ما نداریم. منتهاش مشکلات کار هست. شاید مثلا ما بگیم تو اجرای کارمون یه نفر خدای نکرده تصادف کرده باشه، فوت کرده باشه، خب برای ما تلخه. ولی تو اجرای پروژه ما هیچ گونه تلخی نمی‌بینیم. این کار برای ما شیرین بوده، چون هم آبادانی بوده، هم درآمد، هم کارآمد برای مردم، کار آفرین بوده. ما یک خاطر تلخی که برای این کار داریم، ما یه راننده‌ای داشتیم بنده خدا از کار برگشته بود، تصادف کرد، تو راه فوت کرد. این برای ما تلخه، واقعا هم یک کار سختی بود که البته تو پای کار تصادف
من در هر پروژه میرم سر میزنم، بازدید میکنیم و البته ما سرپرست کارگاه داریم، مباشر کار داریم، ولی به هر حال بخاطر چیزی که اونا هم به خاطر دلگرمی اونا و خودمون هم چیزی بدونیم کارمون به کجا رسیده، ما مرتب تو کارم خودمون سر میزنیم. ما نظارت میدان. بله تو ما اگر هفته 2 بار نریم ولی 1 بار قطعا میریم، این نیست، ولی هفته 2 بار هفته 3 بار ما تمام پروژه رو بازدید میکنیم، تمام پروژه رو سر میزنیم. حالا با خودمون، با مسئولین، با نظارت های اداره کلی ها، استانی ها که میان به اتفاقشون ما حتما میریم، ولی نیست پروژه‌ای که ما نظارت حالا موقعیم که به جای خودشون نظارت استانی دارن، حداقل خود آقایون که میان هفته مختلف میان، ماه 2 بار، ماه 3 بار میان برای مخصوصا در اتفاق اونا ما که همیشه هستیم، چون به هر حال طرف قرارداد ماییم. حالا سرپرست کارگاه به اون شکل هست ولی ما خودمون هستیم اونجا. ببین ما توی پروژه همه رو حساسیت نشون دادیم، ولی یکی از پروژه های مهم ما پل ریمدان بود که واقعا هم در زمان سیل گرفتاری بر مردم ایجاد میکرد که گاهن شاید ما میشه گفت 2 ماه هم مردم نمیتونست اون قسمت پل رودخونه استفاده کنند. حتی در اون زمان یه زمانی که پل نداشت مردم با قایق جابجا میشدند. ما به عنوان شورای هم بود، علاوه که کارهای پیمانکاری انجام میدادیم که عضو سازنده استان هم هستیم، ما اون زمان ما شورای اون منطقه هم بودیم. خود این جدا برای ما هم این موضوع خیلی هم حساس بود، مهم هم بود که در سال 80 حالا من ذهنم نیست 87 یا 89 شروع شد، به مشکلات اعتبارات مالی برخورد. سال 91 تا 95 خلاصه ما این پول به هر شکلی تمامش کردیم. این از سرمایه شخصی خودمون تمام کردیم، نه اینکه قرارداد نداشتیم، قرارداد داشتیم. منتها همین امروز هم ما مطالبات اون پول داریم. شاید اون زمان ما این پول قراردادمون در حد 6-7 میلیارد تومان بود، ولی امروز اگر این پول تمام میکنه شاید به بالای 5 میلیارد تومان هم تمام نمیشد، ولی ما اینو اومدیم در همون زمان در همون مقطع تمامش کردیم، به خاطر چون پیمانکار محلی بودیم، بومی بودیم، بر خودمون این تعهد ایجاب کردیم که حداقل این کار تمام بشه و خیلی هم پروژه مهمی بود. از منطقه هم اگر بررسی کنید از این مهمترین پروژه‌ای که توی منطقه بود، حتی برای خود کارفرما.